مسیر کابل میدان وردک هستیم. قندوزیه خب بود تربوز می تربوز خب تربوز بود. تربوز داریم که دعا کنی خو شماره ما سیوان و بازار سیوان. دوستان عزیز، ما مسیر کابل میدان وردک هستیم. میریم با آقای وکیلی و آقای حیدری دیگه، جناب حاجی صاحب حکیمی دیگه. میریم به خیر سمت بامیان. آقای حیدری گرفته بالا تربوز قندوزیه خب اینده کجا فعلا دیگه از جلریزیم تقریبا پایدگوی جلریزیم. بریم طرف بونای بریم بخیر. بریم بخیر. آقای وکیلی خرید منی؟ خرید نیم سر بله پیاز بهترین پیاز وطن خوشمزه خوشبو. سلام علیکم محمد. چطور بود تربوز می تربوز؟ تربوز داریمش. خب تربوز بود. تربوز داریم که دعا کنی خو شماره ما بگی اگه خراب بوده باید زنگ بزنی. هر سمم نشان زنده باش. اولم گفتم اونجا کسی نشان نده که تربوز پشت است، ولی اگه تربوز ده عمرم بخوره. کی ترخیران پیران اسیم سعی کو گرد و خاک. بهترین شخصیت هستی برادر. خم نیست که کلگی زنده باشی. خیر زنده باشی. خربوزه کجاست؟ میدان تفریح کنی برید بندیامی چنگلاخ. حتما ان شاء الله. سفر خوب داشته باشی. ماشاءالله افغانستان خوب میوه داره. افغانستان ماشاءالله خوب میوه داره، ولی مردمش یک ذره بی‌انصاف است. نه با انصاف نیست. این دیگه گرد خاک ما را انداخته، ولی هیچ نو میاره نه چیزی میاره اینجا که خدمت کنه برای تر. نه کباب میاره نه شلوار والله جورسته جان جورس بخیر استی. رستوران جور میکرد ولی یک پیدا نشد. آزارگی خوب رستوران جور میکرد، خو نمیای جا. یه رستوران جور میکرد میچدید والا. یا شریک شیم. بیا خواب بشین. شریک شدیم. تا کجا رستوران میسازین؟ در میجا. نه در این تپه میسازیم. این تپه. راه داره اینا سرک داره. والا اینا. کجای سرکش؟ ما خوب آدم صداقتی هستم، آزارگی هم صداقتی هست. شریک میشیم. سرک سرک ها؟ او ده چند متریه؟ او دیجا. 20 متری. 10 متر 15 متر او شام خوبه. شلو بگر وکیلی. چی که کچول کار است؟ 1 کیلو بس است. برادر خداحافظ فعلا دیگه. زنده باشی، خیر بری، بخیر بری، سفر خوب داشته باشی. زنده باشین. تشکر. خوب چکر بزنی. خوب زنده باشی. آجیگاک هستیم. به خدا چی منظره، چی طبیعت هستی، به خدا چی یک زیبایی داره دیسا. فضای پاک، هوای دلانگیز.
دیگه سینال رسیدیم به ساحه ولسوالی سیغان، اول ولسوالی سیغان است اینجا دیگه. از این پیشتر همون میریم تا آخر سیغان ببینیم که تا کجا. ما خوب بلدم نیستیم، از ابتدای سیغان است. ولسوالی زیبای سیغان بسیار سبز، بسیار هوای پاک، بسیار هوای دلنشین داره. فاصله های دور آمادیم. چند ساعت شده آقای وکیلی؟ 8 ساعت. یعنی تقریبا از بامیان تقریبا 4-5 ساعت آمدیم به علت سیغان رسیدیم. یعنی رسولی سیغان و بازار سیغان رسیدیم. یعنی چوکشه، یعنی آدم ها اون بچه هم یعنی بچه هایشه، یعنی دکان هایشه، آیسکریم مخوره، یعنی مردم شه. میرم دیگه طرفه یگان جایی که نان مان جور کنیم برای خود. امیدوارم که لذت برده باشید. یعنی هم بازار ولسوالی سیغان.
وکیلی خلاص شدی بخیر؟ بله سر خب نان و غذا مزا خوردیم دیگه دمشون راست شد. چای خوردیم، آب خوردیم، ای فضا گشتیم، لذت بردیم. بسیار بهترین آب و هوا، بهترین جای واقعا جایش بسیار باحاله، جای بسیار آرام است. این اتاقا دیگه یک فضای بسیار عالیه دیگه. بهترین غذا هم هست. بسیار عالی. خب بخیر باشین دیگه. دور باشیم. بخیر باشین. بریم بخیر.